به خدا هر وقت بهتون نگاه میکنم من واقعا از ته دل هم بغضم میگیره هم لذت. ما هیچی نداشتیم. میدونم که ماها جزو آدمای افتاده یک کشور که نه رسانه داشتیم نه هیچی و با هم دست به دست هم دادیم. یه نفرمون شد دو تا شد 4 تا تصاعد عددی رو رد کردیم، رسیدیم به هندستی. حالا این وسط ارزم به شما که یک بمبی اتفاق افتاده که همه با هم همدیگه رو پیدا کردیم، اینقدر همدیگه رو دوست داریم و بدون اینکه بخوایم عاشق همدیگه. همتون سختیاتونو کشیدین، دیگه آخراشه و به نظر من باید با تمام قوا این آخرین زورامون رو بزنیم و یادت باشه که قسمت بوده که ماها بشیم سربازهای کوچیک انسان کامل تا بیداری رو به جامعه انتقال بدیم. ما در این دوره به دنیا آمدیم تا شاید ناجی ملت ایران باشیم، هرچند که ما فقط یک حرکت کوچک داریم میکنیم و اون کسی که قراره که این کارا رو انجام بده خودش داره انجام میده. در اصل کارساز ما به فکر کار ماست، ولی بدانیم که تنها راه نجات فقط ریستارت است. بدرود.